خسته نباشید. ما تو اتریش شهر لینز هستیم. این یکی از پاساژهای معروف شهر لینز هستش به اسم پاساژ لنتیا. الان میریم داخل پاساژم بهتون نشون میدم. الان ساعت 20 دقیقه به 8 هستش. معمولا این ساعت ها دیگه همه میرن در کنار خانوادهشون. پاساژها یا مرکز شهر و اینا شلوغ نیست، خلوت میشه. همونجوری که میبینید اصلا دیگه کم کم مغازه ها بستن.